در این تالاری بر هوا زنان و مادران و گلدختران زیبا جمع آمدند که همدیگر را با روزی مادر که همه ساله 8 مارس دایر می گردد تبریک و شادباش گویند. این بانوان که قسمت تجربه بسیار ساله کاری دارند، عمری پربرکتشان را در تعلیم و تربیت و دانش ازبرکنی نسل نورس بخشیده و مقصد و مرامشان شاگردان مسلح با دانش‌های زمانوی و کمال رسانیدن می باشد. مدیر شعبه بخش کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه وخش حاضرین را با روز مادر تبریک و شادباش نموده به آنها تنی صحت، روزگار آباد و آسوده و در فعالیت آموزگاریشان برار و کامیابی ها را تمنا نمودند. مادر عالیه حسن تراوت بخش زندگی و چراغ خاندان بوده و زندگی هر یکی ما منشأ میگیرد از نوازش و مهربانی و جانیساری های آنها. در ساحه معارف ناحیه وخش 70% آموزگاران را زنان و خواهران تشکیل می کند و محض زحمت و مشقت و تربیت درست آنها به نسل نورس بوده که امروز شاگردانشان با افتخار در وظیفه های گوناگونی راهبری کننده فعالیت گسترده دارند. به محابات گفته می توانیم هر جایی که زنان و مادران کار و فعالیت می نمایند دستاورد و پیشروی ها به مشاهده می رسد و با مهنت صادقانه اشان نفوذ بیشتر را پیدا نمودند. لازم به یادآوری است که همه ساله شاگردان آموزگاران لیاقتمند در آزمون‌های فنی و دیگر چاره‌بینی‌ها اشتراک فعالانه نموده فخر استادان و مؤسسه‌های تعلیمی گشته و سال گذشته طبق مرکز ملی تستی ده‌ها شاگردان که با بهای خوب و اعلی مکتب را ختم نموده بودند تحصیل را در دانشکده و دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسه‌ها ادامه داده ایستادند. این بانوان زیبا و دانشمند موفق و کامیاب افتخار می کنند که کسب پرشرف آموزگاری را انتخاب نموده و دولت و حکومت مهنت بی سابقه آنها را قدر می نماید و شاد و مسرور از آنند که در تربیت نسل نورس سهم با سزا دارند. در چاره‌بینی که بخشیده بر روز مادر بود با یک قطار سابقه‌داران ساحه معارف و آموزگاران جوان که سال 2022 شاگردانشان در آزمون‌های فنی و آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک فعالانه داشتند و سزاوار جایهای افتخاری گردیده بودند با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند.